بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. صدقه فطر یکی از عملهای بزرگ و دارای ثواب بی‌نهایت زیاد است که در ماه مبارک رمضان از جانب شخص روزدار داده می شود. صدقه فطر چنانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند عملی است که به سبب این پروردگار گناه و لغزش و سهو و خطاهایی که در رمضان از جانب شخص روزدار شده است به سبب این پروردگار اونها را می بخشد. چنانه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث. صدقه فطر یا اینکه زکات فطر یک پاکیزگی هست، پاکیزه کننده هست برای روزدار از لغو، از سخنان بیهوده و زشت و قبیحی که شخص روزدار در دوام ماه مبارک رمضان آنها را از زبان خود جاری کرده است و همچنین طعام است برای مسکین ها و برای کسانی که نیازمند هستند. در روایت از حضرت عبدالله ابن عمر آمده است که در دادن صدقه فطر سه چیز است. یکی این است که پروردگار روزه شخص را قبول میکند و دومی این است که از سختی مرگ نجات پیدا میکند و سومی این است که از عذاب قبر نجات پیدا میکند. صدقه فطر همچون مانند سجده سهو است در نماز. چنانه که در نماز خطا میکنیم، سجده سهو میکنیم، اون برطرف میشود. پس صدقه فطر هم برای روزه چنین است که صدقه فطر را دادیم پروردگار سهو و لغزش های ما و شما را میبخشد.